اگه میخوای وارد بازار کار گرافیک بشی یا میخوای انتخاب رشته کنی یا حتی گرافیک دیزاینری فکر میکنی چون دانشگاه نرفتی اعتماد به نفس نداری، این ویدیو برای توه. سلام، من غزالم، گرافیک دیزاینر، طراح و مشاور برند. قراره تو این ویدیو راجع به یه سری از تجربیاتم تو حوزه گرافیک صحبت کنم، اینکه آیا دانشگاه گرافیک بخونیم یا نه و اینکه چطور سریعتر وارد بازار کار گرافیک بشیم. پس آخر ویدیو با من همراه باشید. اول از همه راجع به این شروع کنیم که اگه شما میخواین توی هنرستان گرافیک بخونید، باید چند تا موضوع رو در نظر بگیرید. یکی اینکه من قبل از اینکه خودم وارد هنرستان بشم، فکر می‌کردم چون طراحیم خیلی خوبه، نقاشیم خیلی خوبه و حتی قبل از اینکه وارد هنرستان بشم، کلی شاگرد داشتم. ولی وقتی وارد فضای هنرستان شدم فهمیدم اینطور نیست. اینکه شما صرفا نقاشی بلد باشین یا طراحی بلد باشین کافی نیست. برای اینکه بخواید رشته گرافیک رو انتخاب بکنین و فاکتورهای زیاد رو در نظر بگیرید. برای مثال شما نیاز دارین قدرت حل مسئله‌تون رو تقویت کنین، تحلیل کنین، خوب فکر کنین، اینکه بتونین خلق کنید، اثر بذارید. صرفا اینکه شما طراحی و نقاشیتون خوب باشه کافی نیستش. از همه مهمتر خلاقیت نقش خیلی پررنگی رو توی گرافیک دیزاین بازی میکنه. وقتی وارد هنرستان میشین کلی مباحث جذاب یاد میگیرید. مثل چی؟ مثل اینکه کلی کارگاه‌های عملی دارین، کارگاه چاپ دارین، کارگاه بسته‌بندی، طراحی لوگو، کارگاه عکاسی و اینا خیلی جذاب بود به شخصه برای من و من خیلی علاقه‌مند بودم. یه سری درسایی که واقعا برای من جذاب بود و وقتی وارد هنرستان شدم باورم نمیشد که من قراره این درس‌ها رو بخونم به جای ریاضی و عربی. مثل چی؟ مثل تاریخ هنر ایران و جهان و اینا واسه من خیلی جذاب بود. وقتی وارد فضای دانشگاه شدم تمام این کارگاه‌ها و تمام این مباحث رو داشتیم. یه چند تا کارگاه و کلاس دیگه هم جدا داشتیم که همه اینا یه جورایی لول اپ شده بود، یه جورایی کامل‌تر شده بود، اما همچنان همونا بود. مثل کارگاه چاپمون مثلا خیلی تخصصی‌تر شده بود، تکنیک‌های بیشتری رو یاد گرفتیم، با در واقع ابزار بیشتری کار کردیم. یا مثلا طراحی لوگو یکم حرفه‌ای‌تر شده بود، دیگه با نرم افزارها کار می‌کردیم. طراحی بسته‌بندی همینطور، یه سری دایکات‌ها رو یاد گرفتیم. خب توی دانشگاه خیلی کامل‌تر این مباحث رو به ما یاد دادن و همچنان توی فضای دانشگاه همه چی جذاب، همه چی دوست داشتنی و خیلی خوش می‌گذشت واقعا. اون یک دانشجو توی اون فضا شما اگر علاقه‌مند باشید واقعا لذت می‌برید و خیلی فان بود، خیلی خوش می‌گذشت. من ورودی سال 94 دانشگاه شریعتی تهران بودم، دانشگاه دخترانه تک جنسیتی و راجع به کلا مسیر شغلی و کاریم قول میدم که یک ویدیویی خیلی کاملتر و شفافتر براتون بسازم و اینکه چطور وارد فضای کاری شدم، شرکت هایی که کار کردم، تجربیاتی که داشتم. تو این ویدیو فعلا قرار راجع به این صحبت کنیم که دانشگاه گرافیک بخونیم یا نه و چطور سریع وارد بازار کار بشیم. همونطور که گفتم فضای دانشگاه هم فضای خیلی جذابی بود و یه سری کارگاه هم اضافه شده بود مثل کارگاه مجسمه سازی که برای من خیلی جذاب بود و اینکه در واقع گرافیک شاخه‌های مختلفی داره و اینکه تو میتونی با ورود به هر کدومشون درآمد داشته باشی و همه رو با هم بلد باشی و باز درآمد بیشتری داشته باشی، این خیلی برای من اون سالها جذاب بود. البته الان یک سری تفاوت‌ها ایجاد شده با وجود AI که حالا راجع به اونم صحبت می‌کنم. با وجود تمام این جذابیت‌ها و تمام چیزهایی که من اون سالها یاد گرفتم، یه موضوع رو باید اینجا راجع به صحبت کنیم و فکر می‌کنم اینجا نقطه اصلیه که خیلی از ما باید تصمیم بگیریم. اینه که ما توی دانشگاه گرافیک رو بیشتر آرتیستیک تجربه می‌کنیم. یعنی چی؟ یعنی بیشتر از دید هنریش، بیشتر اون کارگاه‌ها، بیشتر اون مبانی رنگ، بیشتر از لحاظ هنریه. کسی به ما نمیگه وقتی میخوای وارد فضای کار بشی یا میخوای اولین مشتری تو داشته باشی چطور باید برخورد کنی یا چطور یه سری مهارت‌ها رو داشته باشی که بتونی اون پروژه رو بگیری و به بهترین نحو انجامش بدی. ما یه سری مهارت‌های نرمی نیاز داریم که بتونیم توی این بازار در واقع کار کنیم، درآمد داشته باشیم. ولی متأسفانه اینا رو توی فضای دانشگاه به ما یاد نمیدن. ما وقتی که در واقع فارغ التحصیل میشیم و دانشگاه تموم میشه حالا نمیدونیم بعد چی کار کنیم. حالا من یه سری کارگاه‌ها رو گذروندم، یه سری کارهای چاپی انجام دادم، یه سری طراحی‌ها داشتم، یه سری مبانی رنگو میدونم. حالا نمیدونم بعد چه جوری پروژه بگیرم. حالا نمیدونم با اولین مشتریم که داره در واقع به من سفارش میده چه جوری باید برخورد کنم، چه جوری باید اصلا قیمت بذارم رو کارم، چه جوری وقتی من اون همه در واقع واحد راجع به بسته‌بندی گذروندم حالا چه جوری باید قیمت بدم، چه جوری باید باهاش صحبت کنم با کارفرما، چه جوری باید
باید برخورد کنم و خیلی از این مهارت ها رو به ما یاد نمیدن متاسفانه. اینجا میشه که ما خیلی چالش داریم و اینجا میشه که ما با این ضعف روبرو میشیم که نکنه چیزی من بلد نیستم که نمیتونم کار کنم، پروژه بگیرم، نمیتونم جای استخدام بشم، نمیتونم خودم رو پرزنت کنم، در صورتی که اینطوری نیست. ما توی دانشگاه بیشتر روی این مهارت های کار عملیمون وقت میذاریم و اینا رو تجربه میکنیم و وقتی وارد بازار کار میشیم با یه سری چالش ها روبرو میشیم. اینجا فرق اساسی هستش بین گرافیک که توی دانشگاه خونده میشه و گرافیکی که در واقع واقعا توی بازار کار ما تجربهش میکنیم و خیلی متفاوته، خیلی متفاوته. برای همین من چند تا توصیه دارم برای کسایی که الان دارن در واقع گرافیک میخونن توی دانشگاه و ترمشون هنوز تموم نشده یا تصمیم دارن برن دانشگاه. پیشنهادم به شما اینه که توی این 4 سال اشتباهی که من کردم رو شما تکرار نکنید. اشتباه من این بود که از اون فرصته و از اون فضای به نحو احسن استفاده نکردم. مثلا چی؟ مثلا اینکه شما میتونید با اساتیدتون ارتباطات خیلی خوبی بسازین. میتونید در واقع از اون تمارینی که توی دانشگاه و توی فضای کلاس انجام میدید به عنوان نمونه کار استفاده کنید. با اساتیدتون در ارتباط باشید، بتونید ازشون فیدبک بگیرید و کار خودتون رو در واقع بهتر کنید، کیفیت کارتون رو بیشتر بالا ببرید. بتونید در واقع نمونه کارهاتون رو توی پورتفولیوتون داشته باشید و از این نظر که میگم ارتباطاتتون رو حفظ کنید، برای اینکه خیلی از موقعیت‌های شغلی به اساتید دانشگاه در واقع پیشنهاد داده میشه که شما وقتی خودت رو ثابت کنی به عنوان کسی که پشنشو داری، به عنوان کسی که دیزاین رو میدونی و میخوای لول اپ کنی، بهتر بشی تو این حوزه، اساتیدتون شما رو موقعیت‌های شغلی به اون پوزیشن ها معرفی میکنن و میتونید سریعتر وارد بازار کار بشید، میتونید کارآموز باشید. برای همین میگم سعی کنید که ارتباطاتتون رو قوی‌تر کنید، سعی کنید که تا میتونید فیدبک بگیرید و تا میتونید روی تمارینی که در واقع اساتید بهتون میدن جدی باشید و صد خودتون رو بزنید، چون فضای دانشگاه در این حالت خیلی میتونه مفید باشه و خیلی میتونه برای شما بازدهی داشته باشه که بتونید از اون فرصت وجود افراد متخصص توی دانشگاه استفاده کنید. بتونید با در واقع همکلاسیاتون تیم بشید، بتونید کارهای تیمی انجام بدین، بتونید پروژه هایی رو انجام بدین که توی فضای در واقع بازار ایران، تو فضای بین الملل دیده بشه. برای همین میگم که روی کانکشنتون، روی اون شبکه سازی خیلی خوب فوکس کنید و کاری که من نکردم متاسفانه و من خیلی سریع وارد بازار کار شدم. من ترم 2 دانشگاه و همونطور که الان دارم به شما میگم نمونه کارهایی که انجام دادم مورد تایید استادان بود. عنوان یک پورتفولیو جمع‌آوریشون کردم، دیزاین کردم و برای شرکت‌ها و استودیوهای تبلیغاتی فرستادم. من ترم دوم بودم، چون خیلی از در واقع مباحثی که توی دانشگاه یاد می‌گرفتیم و توی هنرستان تجربه کرده بودم و علاقه داشتم که سریع وارد بازار کار بشم. برای همین سعی کردم که از همون اولین نمونه‌هایی که انجام میدم و حتی نمونه‌های هنرستانیم یکم روی دیزاینشون کار کنم، روی کیفیتشون کار کنم که بتونم یک پورتفولیو خوبی داشته باشم. متاسفانه خب چون تو فضای دانشگاه بودم رزومه کاری نداشتم، یعنی جایی کار نکرده بودم تو شرکتی یا استخدام نبودم که بتونم اونو توی رزومم بیارم، ولی با همون نمونه کارهای خوبی که داشتم و مورد تایید اساتیدم بود که توی پورتفولیوم گذاشته بودم، تونستم اولین پوزیشن شغلی رو به عنوان گرافیک دیزاینر داشته باشم که حالا اینو توی ویدیوی بعدی نه ولی توی ویدیو دیگه براتون کامل توضیح میدم. تونستم ترم 2 دانشگاه اولین حقوقمو داشته باشم، اولین درآمدمو داشته باشم و بین خودمون بمونه که دیگه فضای کاری رو من خیلی جدی گرفتم و روزایی که میرفتم دانشگاه خب خیلی کمتر بود و خوشبختانه یک مدیری داشتم که خیلی توی این مسیر به من کمک کرد. تونستم 2 روز در هفته رو برم دانشگاه، حتی 1 روز در هفته رو برم دانشگاه و بیشترش رو در واقع توی اون فضای کاری باشم که خیلی مشتاق بودم تجربه کنم. همزمان وقتی من ترم 2-3 دانشگاه بودم و داشتم اون فضای کاری و پروژه و کارفرما رو تجربه می‌کردم، خیلی در واقع دید من نسبت به گرافیک عوض شد و خیلی چیزای جدیدی رو توی کار فهمیدم که فهمیدم مثلا اینا رو توی دانشگاه، توی هنرستان هیچ کس به ما نگفته بود و من در مواجهه با مشتری‌ها و پروژه‌ها تازه یاد گرفتم و متوجه شدم و هرچی رفتم جلوتر تجربه‌ام بیشتر شد. پس پیشنهاد من به کسایی که الان توی دانشگاه هستن، دانشجوان و دارن این در واقع ترم ها رو میگذرونن، این 4 سال تجربه میکنن، اینه که روی شبکه سازیتون، ارتباطاتتون، کانکشناتون و اینکه از اساتیدتون فیدبک بگیرید خیلی خیلی تمرکز کنید و از این فرصت به نحو احسن استفاده کنید و سعی کنید این 4 سال مفید و پربار براتون باشه و سعی کنید نمونه کارهای دانشگاهیتون رو فوق العاده جدی بگیرید و همونا میتونن برای شما پروژه های بعدی رو بیارن، همونا میتونن به عنوان پورتفولیوی شما قرار بگیرن، نمونه پورتفولیوی شما قرار بگیرن و سعی کنید که از اساتید
اساتیدتون راهنمایی و کمک بخواید و به مشاورهاشون خوب گوش بدید. حالا سوالی که اینجا پیش میاد اینه که آیا الان که تو داری این صحبت‌ها رو می‌کنی بازم برگردی عقب میری دانشگاه گرافیک بخونی یا نه؟ جواب من اینه که 100% من باز برمیگشتم عقب، گرافیک رو دانشگاه میخوندم. یعنی رشته‌ای که انتخاب میکردم باز گرافیک بود. من چون کلا طراحی دستیم خیلی خوب بود، به کارهای عملی خیلی علاقه داشتم و بارها شده بود تا صبح بیدار میموندم، چه توی هنرستان چه توی دانشگاه، و کارهای طراحی و در واقع تمرین‌هایی که داشتیم رو انجام میدادم. اگه برمیگشتم عقب باز هم گرافیک رو دانشگاه میخوندم. سالی که من دانشگاه رفتم سال 94 بود. الان سال 2026. الان خیلی چیزا متفاوت شده. الان با وجود AI، با وجود این آپدیت های جدید توی حوزه گرافیک و دیزاین، من پیشنهادم به شما اینه که به جای اینکه فضای دانشگاه رو تجربه کنید، زمان خودتون رو و تایم خودتون رو کلا بذارید برای یادگیری توی آموزشگاه‌های دیگه. توی آموزشگاه الان دارن خیلی از این مباحث رو به صورت تخصصی تر یاد میدن. مثلا شما میتونید بسته‌بندی رو خیلی تخصصی یاد بگیرید. هویت بصری رو توی آموزشگاه‌ها یا پیش اساتید خیلی تخصصی یاد بگیرید. در صورتی که شما توی ترم 4 سال دانشگاه اینا رو خب خیلی سطحی یاد میگیرید. یعنی اون زمان اینطوری بود. و اینم بهتون بگم که ترم 2 دانشگاه که من وارد فضای کاری شدم و اولین حقوقمو داشتم، تازه ما ترم 4 و 5 داشتیم نرم افزارهایی مثل فتوشاپ و ایلاستراتور رو یاد میگرفتیم. ولی من جدا، چون ترم 2 در واقع با اولین حقوقم، اینو توی ویدیو بعدی دیگه میگم براتون، با اولین حقوقم رفتم نرم افزارها رو یاد گرفتم و در واقع از همکلاسی‌های خودم خیلی جلوتر بودم. برای همین اون زمانی که تازه داشت دانشگاه نرم افزار رو به ما یاد میداد، من داشتم از اون نرم افزار پول در می‌آوردم. اما الان شما باید سعی کنید از زمان و تایم خودتون به نحو احسن استفاده کنید. مخصوصا اینکه یک سری ابزارها رو ما الان در دسترس داریم که میتونیم خیلی سریعتر رشد کنیم. مثل همین AI. شما الان لازم نیست نرم افزارها رو برین 0 تا 100 رو یاد بگیرید. میتونید خیلی از کارهای دیزاین رو با AI انجام بدید. با اون دانش که از گرافیک دیزاین دارین، مباحثی که یاد گرفتین، شما میتونید با AI الان خیلی از دیزاین ها رو انجام بدین و روش کنترل داشته باشین، روش مدیریت داشته باشین. پس میتونید خیلی تو زمانتون صرفه جویی کنین. برای همین من میگم الان اگر میخواین انتخاب رشته کنین توی دانشگاه، بهتون رشته گرافیک رو پیشنهاد نمیکنم و با توجه به اینکه رشته گرافیک رشته بسیار پرهزینه ایه. یعنی شما چه توی هنرستان و چه توی دانشگاه هزینه ابزارها و هزینه وسایلتون خیلی بالاست. جدای از این، کلا من چون خیلی تمرکزم روی استفاده بهینه از زمانه، بهتون پیشنهاد میکنم که کلاس‌های در واقع آموزشی بیرون رو میتونید تجربه کنید. با اساتید خیلی خوبی میتونید کلاس بردارید و میتونید منتور داشته باشین که بتونید خیلی سریعتر وارد بازار کار بشین. و در کنارش حتما همزمان با این گرافیک دیزاین که دارین یاد میگیرید، AI رو در واقع یاد بگیرید که بتونید خیلی سریعتر خیلی از دیزاین ها رو انجام بدید. خب حالا الان کسایی که از دانشگاه فارغ التحصیل شدن یا میخواین وارد بازار کار بشن یا حتی الان دانشجو هستن میخوان یه جورایی درآمد داشته باشن، پیشنهاد من به شما اول از همه اینه که سعی کنید نمونه کارهاتون رو به عنوان یک پورتفولیوی خوب و قوی جمع آوری کنید و از اساتید خودتون، از کسایی که متخصصن تو این حوزه فیدبک بگیرید، راجع به کاراتون نظر بخواید، ببینید چطور در واقع میتونید دیزاین بهتری داشته باشین، چطور میتونید کیفیت کارتون رو بالا ببرین و چطور اصلا باید یک پورتفولیوی خوب و اصولی رو دیزاین کنید. و با اون پورتفولیو پیشنهاد من اینه که حتما عنوان یک کارآموز توی استدیوهای تبلیغاتی شناخته شده و کسایی که میدونید اصولی دارن کار میکنن، افراد متخصص اونجا هستن، دیزاینرهای حرفه‌ای هستن، پیش اونا کارآموزی کنید، آموزش ببینید یا منتور داشته باشید. شاید مثلا اون 3 ماه 6 ماهی که شما کارآموزی میکنین درآمدی نداشته باشین یا شاید بعد یه مبلغی پول بدید در واقع بابت آموزشی که میبینید یا حتی پیش منتور، اما به شدت شما رو جلو میندازه، به تجربیات شما اضافه میکنه. به شدت میتونید از تجربیات اون آدم‌های متخصص و فعال توی این حوزه استفاده کنید و میتونید سریعتر به درآمد برسید. میتونید در کنارشون یاد بگیرید، پروژه‌های جدید داشته باشین، میتونید خیلی راحت‌تر خودتون رو و سریعتر توی بازار کار معرفی کنید به عنوان گرافیک دیزاینر. شما توی اولین محیط کاریتون خیلی تجربیات ارزشمندی میتونید داشته باشین که میتونه توی مسیر شغلیتون خیلی کمکتون کنه. پس بهتون پیشنهاد میکنم کار تیمی رو تجربه کنید. بهتون پیشنهاد میکنم تو محیط‌هایی باشین که افراد در واقع دیزاینرهای حرفه‌ای و دیزاینرهای با تجربه و افراد متخصص اونجا هستن و میتونید ازشون راهنمایی و مشاوره بگیرید. و به اینم فکر نکنید که من الان دانشگاهم تموم شد، حالا الان مستقیم باید برم سر کار و الان میتونم درآمد داشته باشم. قطعا خیلی چالش‌ها دارین. برای همین میگم اگر که توی این محیط قرار بگیرید، میتونه رشدتون خیلی سریعتر باشه. در کنارش حتما باید با AI های جدید توی حوزه دیزاین آشنا باشین، بتونید با اونا کار بکنید، چون الان زمان در واقع
8 سال پیش نیست، سال 94 نیستش که شما خیلی کارا رو دستی انجام بدی، خیلی طراحی‌ها رو دستی بکشی. میتونی خیلی سریعتر رشد کنی، میتونی خیلی سریعتر به اون درآمده برسی. پس حتما بهتون محیط کاری، کارآموزی یا منتور گرفتن رو بهتون پیشنهاد میکنم. و چند تا دیگه از اشتباهاتی که ما توی اول مسیرمون انجام میدیم اینه که فقط میریم دنبال نرم افزارهای مثل فتوشاپ و ایلاستریتور و حتی افتر افکت و اینا. خیلی از اینا لازم نیست ما 0 تا 100 رو یاد بگیریم. ما الان دیگه به عنوان یک گرافیک دیزاینر باید فراتر از یک گرافیک دیزاینر فکر کنین. یعنی حتی شما که اول مسیر هستین باید راجع به برندینگ بدونین، راجع به استراتژی بدونین، تا حدی راجع به مارکتینگ بدونین و همه اینا رو روی خودتون هم به عنوان گرافیک دیزاینر اجرا کنید. صرفاً یک گرافیست اجراکار یا به عنوان یک دیزاینر صرف نباشید. خیلی فراتر از اینها باید فکر کنید و باید یاد بگیرید. در آخر چند تا چیز که به رشد من خیلی کمک کرد این که دائما در حال آپدیت کردن خودم بودم. در ابتدای مسیر شما باید به عنوان گرافیک دیزاینر کار عملیتون خوب باشه. برای اینکه کار عملیتون خوب باشه باید نمونه کار خوب زیاد ببینید، باید فیدبک بگیرید، باید دائما کار کنید، باید آزمون و خطا کنید، باید کاراتون رو شیر کنید، نقد بشید. اصلا از این بابت نترسید. واقعا از این بابت نترسید. سعی کنید تو این مسیر بیشتر به رشد خودتون فکر کنید. برای خودتون پروژه تعریف کنید. سعی کنید در واقع از اطرافیانتون حتی پروژه بگیرید. کسایی که دارن توی حوزه‌های مختلف کار میکنن، شما به عنوان دیزاینر یا با هزینه کمتر یا بدون هزینه میتونید پروژه هاشون رو قبول کنید، دیزاین‌ها رو انجام بدید. به مراتب همینطور به مرور میتونه کار شما خیلی بهتر و بهتر بشه و میتونید توی این حوزه در واقع سریعتر به اون درآمده برسید. و در آخر اگه بخوام یک جمع‌بندی بکنم اینکه شما به عنوان گرافیک دیزاینر هنوز میتونید توی این بازاری که به نظر اشباع شده میاد، حتی با وجود AI، حتی با وجود دیزاینرهای مختلف و حرفه‌ای، شما همچنان میتونید مسیر خودتون رو داشته باشید، همچنان میتونید درآمد داشته باشید. فقط کافیه که خودتون رو آپدیت نگه دارید، خودتون رو در کنار آدم‌هایی که توی این حوزه حرفه‌ای و متخصص هستن نگه دارید، از تجربیاتشون استفاده کنید و سعی کنید که فراتر از یک دیزاینر مسائل نگاه کنید. سعی کنید که کیفیت کار خودتون رو بالا ببرید، سعی کنید اون ارتباط رو حفظ کنید. قطعاً که میتونید توی این مسیر پیشرفت کنید. در آخر هم هر سوالی که دارید، هر نظر، پیشنهادی راجع به ویدیوهای بعدی که راجع به گرافیک و دیزاین هست، راجع به برندینگ هست، توی کامنت ها بهم بگین. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه.